این قسمت رو به بحث بیمیلی در زنان در مبحث جنسی اختصاص میدیم. بهتره ببینیم اول اختلال بیمیلی جنسی در زنان تعریفش چیه و اصلا چه وقتی گفته میشه که بیمیلی جنسی در یک خانم اتفاق میفته. در خانم ها معمولاً عدم تمایل به فعالیت جنسی یا عدم تقاضای رفتار جنسی به بیمیلی جنسی تعریف میشه. همونطور که در آقایان چندین تعریف داره و چندین نوع داره بیمیلی جنسی، در مورد خانم ها به همین شکل. بیمیلی جنسی به شکل اکتسابی، به شکل عمومی، به شکل موقعیتی میتونه دیده بشه. ضمن اینکه بسیار اختلال شایعی هست در خانم ها و درمان اون هم به دلیل پیچیدگی که داره درمان سختی. دلیل سختی درمان این هست که عوامل متعددی در شکل‌گیری این اختلال دخالت دارن. عوامل روانی، عوامل اجتماعی، عوامل فیزیکی و شناسایی علل متنوعی که ذکر میشه در خانم‌ها پیچیده‌تر و سخت‌تر از حالت طبیعی. نشانه هایی که برای بیمیلی جنسی مد نظر قرار گرفته میشه به عنوان یک اختلال و قابلیت تشخیصی پیدا میکنه، کاهش یا فقدان علاقه به فعالیت جنسیه. دومین مطلب یا دومین بندی که مورد توجه قرار میگیره کاهش فانتزی جنسی. یعنی چی کاهش فانتزی؟ مگه خانم هم فانتزی جنسی داره یا تخیل جنسی داره؟ بله، هم خانم ها و هم آقایون در برقراری رابطه جنسی حتما نیاز به این دارن که یه سری افکار و یه سری تفکرات رو طی بکنن و میل ایجاد بشه و بعدش برانگیختگی. چرا که اگر اون افکار و یا اون امیال توسط فانتزیا تحریک نشه، بنابراین میل و در پی اون برانگیختگی صورت نمیگیره. بنابراین در این افراد یا اصلا وجود نداره این فانتزی ها یا تخیلات، یا کاهش خیلی خیلی محرزی رو درشون میتونیم ببینیم. خانم هایی که دچار بیمیلی یا فقدان کاهش جنسی هستن، تلاشی برای رابطه جنسی درشون دیده نمیشه. یکی از شکایت های بارز همسران این زنان اینه که اصلا اگر من نرم سمتش، سمت من نمیاد یا هیچ تمایل نشون نمیده. اگر منم اقدام میکنم معمولا سعی میکنه فرار بکنه. پس بنابراین پاسخ جنسی مناسبی به همسر داده نمیشه. انگیختگی که یکی از مراحل رابطه جنسیه و نهایتاً به مرحله اصلی و بعد نهایتاً به لذت جنسی ختم میشه، در این افراد کاهش زیادی داره. 75 تا 100% گفته میشه که این کاهش رو میتونیم ببینیم و حتی گفته شده یکی از نشانه های تشخیصی دیگه در این افراد اینه که علاقه جنسی به محرک‌ها یا تحریکات جنسی نشون نمیدن. یعنی در حقیقت سعی نمی کنن تحریکاتی که دریافت می کنن به پاسخ جنسی ختمش بکنن و به نوعی کناره می گیرن. احساسات جسمانی یا تناسلی هم و یا حتی غیر تناسلی در خانم هایی که دچار کم میلی هستن به شدت کاهش داره. گفته میشه 75 تا 800% موارد قابل رؤیت هست. احساسات جسمانی معنیش چیه؟ یعنی اینکه اگر مورد لمس قرار میگیرن، مورد نوازش قرار میگیرن یا اندام تناسلیشون در رابطه جنسی توسط همسر مورد دستکاری قرار میگیره، هیچ حس خاصی نسبت به اون ارائه نمیکنن و یا اصلا تمایلی نشون نمیدن، به نوعی اجازه نمیدن. علاوه بر این نشانه هایی که گفته شد به عنوان علائمی که برای تشخیص ما معمولا در بیمیلی جنسی مورد توجه قرار میدیم، حتما گفته میشه 6 ماه متوالی باید این مشکل وجود داشته باشه تا بتونه تشخیص اختلال بیمیلی بگیره. موارد دیگه که توی اختلال بیمیلی جنسی به شدت تأثیر گذاره، به خصوص در خانم ها، اختلالات روانی مثل افسردگی به شدت تأثیر بسزایی در از بین رفتن میل جنسی زنانه و یا کاهش یا فقدان میل جنسی داره. مشکلات دیگه ای هم هست که میتونه تأثیر گذار باشه که نهایتاً اون مشکلات میتونه به اضطراب ختم بشه و اضطراب در میل خانم ها در کاهش و اصلاً رد کردن رابطه میتونه تأثیر مستقیم و بدون واسطه‌ای داشته باشه. عوامل استرسایی تو زندگی، نگرانی هایی که تجربه میکنن، نگرانی هایی که تو رابطه دارن، نگرانی هایی که با فرزند دارن و
موارد بیشمار، اونها هم میتونه تاثیرگذار باشه. در کنار اینها اگر مصرف دارو، مواد مخدر یا شرایط پزشکی و بالینی دیگه رو دارن تجربه میکنن، حالا مثلا دوره پس از زایمان که اون هم من به وقتش براتون توضیح میدم که چرا میل کاهش پیدا میکنه، به چه دلیل هست، روی انگیختگی و میل زنانه به شدت اثر میذاره. گفتیم که اختلال عملکرد جنسی در خانم ها به چند شکل وجود داره. اختلال کم میلی جنسی به شکل اختلال اکتسابی، به شکل عمومی و به شکل موقعیتی، یا میتونه همه اینها رو در یک مجموعه به شکل بیمیلی نشون بده. میل جنسی به شکل پایین میتونه توی موقعیت خاص ایجاد بشه برای فرد و یا در همه موقعیت‌ها میل فرد رو تحت شعاع قرار بده. اگر بخوایم تعریف بکنیم که اختلال بیمیلی یا کم میلی جنسی در خانم‌ها به شکل اکتسابی تعریفش چیه؟ تا یه دوره‌ای یا پروسه‌ای از رابطه جنسی زناشویی خانم مشکلی رو تجربه نکرده، ولی بعد از گذشت زمانی دچار مشکل بیمیلی یا فقدان میل جنسی میشه. بیمیلی موقعیتی تعریف به چی میشه؟ زمانی که خانم در یه موقعیت خاص با یه فرد خاص دچار مشکل رابطه جنسی میشه یا بیمیلی درش دیده میشه یا فقدان میل جنسی دیده میشه، بهش گفته میشه بیمیلی جنسی موقعیتی. میتونه این نسبت به شریک جنسی خودش باشه که همسر هست و میتونه این شرایط نسبت به فرد دیگه غیر از همسر صورت بگیره. به طور مثال این خانم میل جنسی رو نمیتونه با همسرش تجربه بکنه یا این میل رو نداره ولی با فرد دیگه این میل رو میتونه تجربه بکنه. به شکل عمومی هم که خب در همه شرایط این بیمیلی وجود داره، نه شکل اکتسابی داره نه موقعیتی. بیمیلی همیشه به صورت فقدان یا نبود با فرد هست. فردی که اختلال جنسی عمومی رو تجربه میکنه اصلا رغبتی رابطه جنسی نداره، یعنی هیچ محرکی نمیتونه براش تحریک کننده باشه، نمیتونه از خیال بافی ها یا فانتزی های جنسی استفاده بکنه و نمیتونه وارد مرحله تحریک شدگی حتی بشه، یعنی میلی وجود نداره که فرد تحریک رو بتونه بپذیره. بنابراین این موقعیت رو بهش میگن بیمیلی جنسی عمومی، یعنی خانم در هیچ شرایطی میل رو تجربه نمیکنه. از طرف دیگه گفتیم که بیمیلی موقعیتی زمانی اتفاق میفته که فرد موقعیتی برایش تحریک کننده هست و موقعیتی دیگه یعنی فرد دیگه‌ای میتونه این تحریک رو نداشته باشه. بنابراین به اون موقعیت گزینشی هم گفته میشه. در شرایط خاص قادر به برقراری ارتباط هست با فردی خاص و در شرایط دیگه ممکنه با فرد دیگه این تمایل یا میل وجود نداشته باشه. تو این شرایط حتی ممکنه خانم در تنهایی خودش از طریق خودارضایی به ارگاسم برسه ولی در حضور همسر این میل، تحریک و ارگاسم نهایتاً صورت نگیره. علل فیزیولوژی و علل جسمی که میتونه در بیمیلی جنسی یک خانم تاثیر داشته باشه، خب البته که بستگی داره به هیجانات و اون تغییرات جسمانی که تجربه میکنه. میتونه نوساناتی هم برای میل جنسی خانم ایجاد بکنه، به طور مثال تجربه خستگی یا تغییرات هورمونی، چرخه قاعدگی یا همون پریود ماهانه، دوران شیردهی که خیلی موثره، یا اسگی که داره اتفاق میفته. همه اینها میتونن میزان علاقمندی، میزان میل خانم رو در رابطه جنسی تحت تاثیر قرار بدن و دقت میدیم که وقتی ابراز بیمیلی جنسی بعد از یک پروسه سلامت جنسی داره اتفاق میفته، توجه میدیم که حتما نیاز به ارزیابی پزشکی، بررسی هورمون ها توسط همکاران متخصص ما صورت بگیره. و البته جالبه که دوستان بدونن وقتی خانمی دچار بیمیلی جنسی میشه، شریک جنسی یا همسر به جای اینکه بتونه کمک کننده باشه، طرف مقابل رو بیشتر مقصر میدونه و مورد بازخواست قرار میده. این کمک کننده نمیتونه باشه. حتما همسران ما باید بدونن برای درمان مشکلات جنسی که هنوز به اختلال مبدل نشده و فرصتی باقی هست، میتونن با مشارکت در درمان مشکل رو حل و فصل بکنن یا حداقل کم رنگش بکنن. علل فیزیولوژی یا حالا علل دیگه‌ای که معمولاً در مشکلات کم میلی در خانم‌ها مورد توجه قرار میگیره، خب
در هنگام رابطه جنسی یه خانم انگیختگی یا برانگیختگی تناسلی پیدا میکنه، تغییراتی رو تجربه میکنه، تحریک میشه. تحریک شدن باعث میشه دهانه واژن لزج بشه، ترشح مایع روان کننده داشته باشه که دخول رو راحت تجربه بکنه. خب در اون ناحیه معمولا یه افزایش فشار خون داریم، افزایش خون داریم و اینکه برجستگی داریم در ناحیه دهانه واژن، لبه های ورودی واژن که قابل رؤیت هست. این علائم و این تجربه ها وقتی فرد بیمیلی رو تجربه میکنه مسلما کم رنگتر میشه و تک تک اینها رو نمیتونه داشته باشه یا حداقل به میزان زیادی کاهش پیدا میکنه. حوزه های دیگه که تو علائم فیزیولوژیک معمولا مورد بررسی قرار میگیره، علائم قلبی عروقی هست، شرایط عصبی فرد هست یا سیستم عصبیش، بیماری های مثل دیابت، بیماری های مثل تیروئید که بسیار بسیار میتونن مؤثر باشن در به وجود آمدن بیمیلی جنسی. ببینید دوستان، ما به طرز چشمگیری تاکید میکنیم خون رسانی در دستگاه تناسلی زنانه و مردانه بسیار موثره در عملکرد جنسی، به دلیل اینکه اگر اون نواحی یا اندام تناسلی در سیستم خون رسانی دچار مشکل بشه، ضعف‌هایی رو برای فرد به وجود میاره. علاوه بر اون تاکید میکنیم فشار خون افرادی که دچار بیمیلی شده حتما باید چک بشه. چربی خونشون، ممکن این افراد دچار فشار خون، چربی خون شده باشن، از سیگار استفاده بکنن و حالا اختلالاتی در غدد درونریز رو تجربه بکنن. پس بنابراین مجموع این علائم میتونه به دنبال کمبود استروژن، ترشح استروژن برای فرد اختلال یا در ابتدا مشکل کم‌میلی جنسی رو ایجاد بکنه. کماکان در گذر زمان خانم‌های ما وقتی به مرحله یائسگی نزدیک میشن با کمبود ترشح استروژن روبرو بشن. کمبود ترشح استروژن و شروع یائسگی و حتی انجام بعضی از جراحی‌های زنانه به دلیل دستکاری در قسمت تناسلی میتونه به مشکل بیمیلی جنسی بیاد. از علل دیگه ای که در بیمیلی یا مشکل و یا اختلال بیمیلی جنسی زنان مورد بررسی قرار میگه و بسیار تاثیرگذارم هست، علل روانشناختیه. عوامل روانی که میتونه برای خانم به شدت تاثیرگذار باشه و حتی به بازداری‌های خیلی شدید در ارتباط جنسی منجر بشه: اختلالات اضطرابی، مشکلات افسردگی، بی اشتهایی‌های عصبی که گاهن توی بررسی ها مورد بی‌توجهی قرار میگیره ولی یکی از علائم خانم مراجعه میکنه میگه اصلا یه مدت خانم دکتر یه دفعه پرخور شدم، نمیدونم چم شده، هر چی که میرسه میذارم دهنم. یا مراجعه میکنه میگه که اصلا نمیتونم هیچی بخورم، هیچی از گلوم پایین نمیره. ببینید این علائمی هست که به ظاهر خیلی ساده ولی وقتی مورد بررسی قرار میگیره عوامل دیگه پشت این علت وجود داره که باید توسط متخصص معالج مورد توجه قرار بگیره. یه علت خیلی مهم دیگه که تو بیمیلی جنسی ما مورد ارزیابی قرار میدیم تو بحث روانشناختی، ابیوز شدن در کودکی یا سوء استفاده جنسی کودک در پروسه سنی کودکی که متاسفانه اگر مورد درمان در همون شرایط قرار نگیره در بزرگسالی و برقراری ارتباط جنسی با همسر تأثیر بسزایی میتونه داشته باشه. بازداری های خیلی سختی رو میتونه ایجاد بکنه، فرد رو دچار پنیک و یا اضطراب‌های شدیدی بکنه که به هر عنوانی از رابطه جنسی کنار بکشه. تجربه سوگ یا مرگ یکی از عزیزانی که خیلی وابستگی به خصوص در خانم‌ها در سن کودکی یا نوجوانی از دست دادن پدر میتونه تأثیرات یا بار منفی در ارتباط با همسر آینده داشته باشه. و از همه اینها مهمتر مشکلات رابطه‌ای با همسر که بسیار تاثیرگذاره. به نوعی تمام خانم‌های ما و تمام زنان ما وقتی ارتباط عاطفی قوی رو نمیتونن با همسر برقرار بکنن، در ارتباطات بعدی معمولاً بیمیلی رو تجربه میکنن. گزارش‌های متعددی داریم تو اتاق درمان از خانم‌هایی که مراجعه میکنن من اصلا میلی ندارم ولی به خاطر خواسته ایشون تم میدم به رابطه جنسی.
ولی راستش رو بخواید خانم دکتر اصلا لذتی نمیبرم، اصلا هم دوست ندارم، به ارگاسمم نمیرسم، الکی تظاهر میکنم دارم ارگاسم میشم. ببینید علامت خطر بسیار بارزه. موارد دیگه که توی اختلال روانشناختی یا علائم روانی بیمیلی جنسی مورد بررسی قرار میگیره، استرس هایی هست که فرد تجربه میکنه، مثل بیماری هایی مثل PTSD. بیماری هایی مثل PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه میتونه به شدت تاثیرگذار باشه توی بیمیلی جنسی. و خب افسردگی و شرایط حاد روانی که خب این رو بهش اشاره کردیم. پیام هایی که از خانواده اولیه به یه خانم منتقل میشه، به خصوص تو دوران رشد که دائما اگر کودک سوالی داشته باشه، البته ما تو تربیت جنسی کودک انشالله در پکیج بعدی بهش میپردازیم، چرا میگیم به سوالات جنسی کودکان جواب دهید؟ به این دلیل، به دلیل اینکه وقتی کودک جوابی دریافت نمیکنه، در زمانی که به مرحله بزرگسالی وارد شد و رابطه زناشویی رو شروع کرد، به دلیل همون احساس گناه و احساس شرمی که من والد به کودکم منتقل کردم، نمیتونه یک رابطه جنسی سالم رو با همسرش برقرار کنه و تماما فکر میکنه که این رابطه یک رابطه کثیف و پر از گناه و قدرت اداره رابطه رو به هیچ عنوان نداره. یکی از دلایل دیگه که بازم محرزه و ما توی کم‌میلی جنسی خانم ها بهش برمیخوریم، گاهن دیده میشه که تو خانواده هایی که فاقد ابراز احساسات به هم هستن، محبت رو به هم ارائه نمی کنن. در یه پروسه سنی کودکانه و نوجوانی همه افراد نیاز دارن والد و یا مراقب و یا پدر و مادر سرویس امنیتی رو به کودک بده که در بزرگسالی بتونه اون امنیت رو در کنترل و مدیریت فردیش استفاده بکنه. وقتی در اون سن به کودک سرویس عاطفی یا اون احساس امنیت داده نمیشه، مسلماً در پروسه بزرگسالی این فرد نمیتونه در خانواده فعلی خودش اون امنیت رو به اعضای خانواده خودش بده. با اعتماد به نفسی که به دست نیاورده نمیتونه عزت نفسی رو ارائه بکنه.